کربلای 5 عملیات شد. از آسمان مانند زمانی که تگرگ میباره و تگرگ همه جایی به گونه‌ای که زمین کاملا سفید میشه، ولی تگرگ ها معمولاً 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، چندین شبانه روز این گونه گلوله های بمب و خمپاره که تکش داره میبارید، جنبنده ای رو نمیگذاشت. اما شما در اونجا یه نفر رو ندیدی که صحنه رو خالی کن، که مقام معظم امیر فرمودن این کسانی که در عملیات کربلای 5 در اونجا ایستادند و مقاومت کردند، اینها اگر روز عاشورا بودند ابا عبدالله حسین رو تنها نمیگذاشتن. خب عدد امام حسین 70 تا بود، عدد الان چند تا بود؟ خب این عدد چرا رفته بالا؟ به دلیل همون کار بصیرتی. حالا این الان به کجا رسیده؟ الان حالا در کربلای 5 ما لب مرزمون، یعنی خلاصه باید مرزهامون رو آزاد کنیم و این، بله، اما الان او صبر و او مقاومت و اون بصیرت ها و شهادت امثال حاج قاسم سلیمانی. خب ببینید حاج قاسم رو اولا اینکه عراقی ها نزدن، بله، ولی یک سردار عراقی در کنار سردار ما شهید میشه. یعنی چی؟ یعنی یه موقعی دشمن توانسته بود عراق رو بیاره در برابر حق بیسته، وایسونه. این مقاومت، این الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این به جایی رسید همون کشوری که آورده بودن با ما میجنگید، حالا همونا اومدن در کنار ما وایستادن. با کی میجنگن؟ با همونی که اون موقع اونا رو وادار کرد که با ما بجنگن، یعنی آمریکا. همه میدونن. خب اون وقت سردار سلیمانی و مهندس ابو مهدی در عراق اونور چندین کیلومتر از مرز ما اونورتر توسط آمریکایی‌ها، اونم خائنانه و رذیلانه و به شکل تروریست، نه جنگ رو در رو، آمریکایی‌ها جنگ رو در رو نیامدن، به اون شکل شهید شدن. خب این درسته که شهید شده، اما این برای همه دنیا پیام قدرت داره که آیا آمریکا تو ناتوانی، تو اگر توانمند بودی رو زمین میرفتی با اینا درگیر میشدی، دزدانه نمیزدی. حالا پس اون مقاومت ها به این ظهور حق رسید.